بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که هر کجا که هستید شاد و پیروز و سربلند و در کانون گرم خانوادتون روز و شب رو به خوبی و خوشی بگذرانید. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر از سری برنامه هایی که ما در این مجموعه سعی داریم یکی از چهره های برجسته، یکی از هنرمندان، یکی از بزرگان و یکی از خادمان دین مبین اسلام و چهره های برتر و مشهود عالم اسلامی رو به شما عزیزان بیننده معرفی بکنیم. اگر به این کتاب مقدس الهی قرآن مجید، مصحف شریف نگاه کرده باشید، کتابی که اگر توجه داشته باشیم شاید کمتر خانه‌ای یا کمتر شخصی از 1.5 میلیارد مسلمان در این دنیا باشه و شاید هم 1.5 میلیارد بیشتر که جمعیت مسلمان های دنیاست باشه که این کتاب رو ندیده باشه. این چاپ رو میگم و این هنرهای زیبای مینیاتوری را که میبینید، مینیاتوری اسلامی، این نقشه ها و زخارف بسیار زیبا و هنرمندانه رو ندیده باشه. این نقش های زیبایی که صفحه های مبارک قرآن کریم رو آراسته هست و همچنین در وسط این نقش های بسیار زیبا میبینیم که کلام الله مجید، آیات الهی نگاشته شده. واقعا آیا انسان فکر کرده یا یکی از ماها با خودمون فکر کردیم که چه دستهای زحمت کشی، ساعتها، بلکه روزها، ماهها و شاید سالها رو سختی و زحمت و رنج کشیده تا اینکه این هنرها به این زیبایی و به این کمال به دست ما رسیده. در خدمت استاد بزرگوار، خطاط برتر و همچنین یکی از هنرمندان عزیزی هستیم که بسیاری از هنرهایی که در مجال نگارش آیات الهی کلام الله مجید و همچنین اشعار و خط عربی و فارسی از هنرهای ایشون هست. استاد عبدالله حنیف. سلام عرض میکنم استاد، خسته نباشید، به برنامه خودتون خوش آمدید. علیکم السلام، حال شما خوب؟ بخیر هستین؟ بسیار خوش آمدین به خانه ما. بسیار تشکر میکنم از شما که کارهایتان گذاشتین آمدین به خانه ما در مورد هنر صحبت میکنیم. منم به نوبه خودم تشکر میکنم از جناب استاد عبدالله حنیف و همچنین از شما بینندگان عزیز و گرامی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. من قبل از همه چیز جناب استاد، ما فقط با اسم شما آشنا هستیم. اگر خودتون رو بیشتر معرفی کنید برای بینندگان عزیزمون، از کدوم کشور هستید، از کدوم استان، از کدوم شهر، تا بینندگان عزیز شبکه جهانی وصال حق بیشتر با شما آشنا بشن. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خواست شما برادران محترم کارکنای تلویزیون وصال حق به نهایت سپاسگزارم که کارهای مهمتان گذاشتین و آمدین در خانه ما و در کلبه فقیری ما در مورد هنر و خط و زخرفه اسلامی میخواین سوالاتی داشته باشین. من تقریبا ابتدا خدمت شما عرض کنم که 17 سال میشه که من در مدینه منوره اینجا آمدم و مصروف خدمت قرآن عظیم شان در مجمع ملک فتح می باشم. ابتدا سوالی که شما کردین این که من از کجا هستم و از کدام قریه هستم، در کجا زندگی کردم. اسم من عبدالله حنیف، فرزند عبدالفتاح شهید که در دوره های روزها به شهادت رسیدن و زندگی من در کابل گذشته و درس و تعلیم من هم در کابل سپری شده
و دوره ابتدایی را در مکتب یا مدرسه محمود هوتکی در نزدیکی خانه ما بوده. اصلا از کابل هستید؟ بله دادستان در کابل بوده؟ بله. بله. من در کابل پیدا شدم و پدرم مدیر وزارت فواید عامه در کابل کار میکردن و خانه فقیرانه در کابل داشتیم و درس و تعلیم خود را در کابل سپری کردیم و ابتدا در مکتب محمود هوتکی بودم و بعدا در لیسه حبیبیه و بعدا در همین دوره ها نزد استادای خط و دیزاین میناتور کارهای زیاد کردم و زحمات زیاد کشیدم نسبت به علاقه که به هنر داشتم و شما اگر خواسته باشین من میتونم که اینا رو واضح‌تر یعنی قبل از اون اگر شما تعدادی از استاداتون و کسانی که بیشتر روی کارهای شما تاثیر گذاشتن و از ایشون بیشتر تاثیر پذیرفتید رو ذکر بکنید. بله میخوایم آیسته آیسته در مورد صحبت بکنیم. من 12 ساله بودم که در لیسه غازی کابل درس میخواندم. لیسه غازی یعنی دبیرستان به اصطلاح؟ بله، در زبان ایرانی دبیرستان، ما لیسه میگیم دیگه البته. صنف 7 مدرسه بودم کجا پسرایی بودن که خطای زیبا می نوشتن و استادای ما برشان نمرات خوبی می دادن. بعد من از اینا پرسیدم که شما این هنر را در کجا یاد گرفتین؟ هر روز استاد بر شما نمره خوب میته و بر ما نمیته. و اونا گفتند که یک استادی هست ما میشناسیم، اسمش استاد عزیز احمد مجاویدی است. اگر شما خواسته باشین در وقت زمستان ما میریم نزدش، از اونا خواهش میکنیم که شما را اینجا شاگرد بگیره. خب گفتم بهتر، هر چی است. بعد ما وقتی مدرسه را تمام کردیم رفتیم نزد استاد، پرسیدیم که استاد اگر شما خواسته باشین ما میخوایم شاگرد شما شویم. اونا گفتن یک شرط داره. گفتم شرطش چی است؟ خیلی جالب است. خب زندگی ما نسبت به استاد خیلی خوب تر بود. ما خانه شخصی داشتیم، پدر من مدیر وزارت فواید عامه بوده دیگه، پدر کلانم خیلی خان یک منطقه ولایت پروان بوده، زمین های خیلی زیاد داشته و شخص خیلی محترم بود و مردم خیلی مشناختن و بابی من مامای مادر استاد خلیلی بوده. بله دایی مادرش. بله دیگه یعنی استاد خلیلی هم امرای همه وزرا و اینا می رفتن مهمان پدرکلان من می شدن. خب استاد گفت ما یک شرط دارم که شما میتونه اگر شرط ما را قبول بکنین میتونه شاگرد من شوین. من گفتم خوب است. چی شرط؟ گفت شرط دیگه است که زمستان شروع شده، مای 3 سیر چوب میاری در بخاری مندازی و ایره گرم میکنی، اتاق جارو میکنی. هر سیر چند کیلو یعنی؟ هر سیر در اون وقت 9 افغانی بوده در دوره‌ای که ما بود. به حساب کیلو چند کیلو میشه تقریبا؟ یک سیر ما 7 کیلو میشده. بله 7 21 کیلو یعنی. باز یک افغانی از شکستن چوب میگرفت. همه کسایی که چوب میفروختن چوب میشکستن. باز اینا شکستن، من در پشت خود گرفتم بردم در اتاق استاد، اتاقش گرم کردم و بعد جارو را گرفتم اتاقش پاک کردم. اونا آمدن گفتن خلاص بعد از این شما میتونید که در کلاس بین نزد من شاگرد شوید. خب قصه جالبش این است که یک روز نمیگم فردای امان روز من رفتم نزد استاد، یک لوحه نوشته بودن، اسم یک دکانی بوده و یا اسم یک محله. برای من برصد داد گفتم می نوشتهایی که است ما داخل ایز رنگ پر کن. من خرد بچه بودم، یعنی 12 ساله بچه بودم. من برصد گرفتم دیگه نوشته کردم. یک وقت دیدم یک سیلی
محکم دمی روی ما خورد. فهمید؟ من پایین افتاد. دیدم که استاد گفت که احمق، گفت نمیبینی که رنگا همش پایین ریختن. فهمید؟ و من متوجه شدم دیدم که راستی رنگا همش پایین ریختن. چرا ما همه پیش رفتیم پشت سر هیچ متوجه نشدیم که رنگا آبگین بود و همه پایین رفته و لوحه خراب شده بود. خب من متوجه شدم و بعد از اون یعنی کار من این بود که بعد صبح وقت برم دکانش جارو بکنم، گیلاسای چایش بشورم و چای برش دم بکنم. این کار من بود، چون من شوق داشتم که من باید این فن یاد بگیرم. این پشت از این نمیگشتم که مثلا این سرما چای دم میکنم، بخاطر که پدر کلان من خیلی یک خانه بزرگ بوده، یک قریه در خانهش در باغهاش کار میکردن. هیچ من در فکر از اینا نبودم، فقط در فکر از این بودم که این فن باید یا هنر از پیش یاد بگیرم. در این مثلا درس جالبی است. حالا ببینیم در اون زمان استادا چقدر به اصطلاح میشه که ظلم میکردن با شاگردان و شاگردان با چقدر اصرار و با تحمل این زحمات و تکالیف میرفتن تا یک چیز رو یاد بگیرن. برعکس امروز که ببینیم استادا مثلا در کلاس ها میان شاگردا در ناز و نعمت زیر کولر و چیز بازم توجه نمیشه. اون احترامی که قبلا به استادا بود فعلا حال نیست شاگردان هست. همونطورش تقریبا. باز از این مرحله استاد شاگردان شما باز از اینجا روزمره دیگه بعد آیسته آیسته کار ما پیش میرفت و ما تمرین کرده میرفتیم. با وجود که استاد چندین بار مرا با چوب زده و با تنبیه کرده و با چوب با سیم برق هر چی که به گیرش می آمد ما را میزد. خیلی سیاستمدار بود یعنی. هیچ وقت نمیخواست که شاگردش برای خراب بره. خودش که هر کار میکرد استاد بوده، لکن شاگرد خدا هیچ وقت نمیخواست که در راه خراب بره. حتی اگر یک سیگار هم شما اگر میکشیدین و از شما پیدا میکرد آنقدر میزد که هیچ اندازه نداشتین. خب روزها تیر شد. 3 ماه من گذشتم سپری کردم پیش استاد، چون حال یادش بخیر خودش حیات دارن، شاید از طریق برنامه شما می پروگرام ببینن دیگه. چند ساله هستن استاد؟ استاد حال نمیدونم چند ساله باشن. من 12 سال اونا جوان بودن دیگه. خب 3 ماه خیلی کار کردیم. امی شعارا می آمد می نوشتیم دیگه، لوحای دکان ها بود اونا را می نوشتیم. خب تجربه خیلی زیاد بر من در اونجا پیدا شده بود و از استاد خط نصب خط ثلثه کار میکردم. هنوز نستعلیق شروع نکردم. نستعلیق خودش خط مینداخت و ما داخلش خانه پوری میکردیم با رنگ. خب بالاخره در یک جای کسی بر من گفت که به نام سازمان هنری غلام محمد میمنگی خیلی استادای قوی داره، اگر شما بیاین در اونجا از استاد سید محبوب الله هاشمی چیزی یاد بگیرین خیلی بهتر است. خب من چون درسایم زیاد بود و زمستانم بود، یک بایسکل داشتم. سر این بایسکل ما بریک نداشت. بی بریک میرفتم میرفتم در خانه ما، یعنی کجا بگم مثلا سایه کوتی سنگی و لیسی حبیبیه و پل باغ عمومی خیلی مسافه هستن، چند کیلومتر میه. من همه این مسافه را در بایسکل میرفتم. اول میرفتم لیسی حبیبیه، باز از اونجا میرفتم به سازمان هنری غلام محمد میمنگی. من در اونجا رفتم، از من خواستن امتحان بگیرن. گفتن حال وقت امتحانم نیست، نه شما سال بعد بیاین. در اونجا از طرف وزارت اطلاعات و کلتور امی سازمان هنری درست شده بود که رسمی از طرف دولت بوده. باز اینا بر ما گفتن که شما سال بعد بیاین، حال ما شاگرد نمیگیریم. یعنی همه صنفا کلاس ها پر است، شروع. باز من چرت زدم که چیکار بکنم دیگه. یک سال وقت ما خیلی زیاد تر میشه. باز یک رسامی بود
باز رفتم چند وقت پیش اونام کار کردم در کارهای رسامی و نقاشی. باز میخواستم که یک جای دیگه هم باید یک چیزی یاد بگیرم. خب هم صنفایی داشتم یا هم کلاسی هایی، اینا گفتن بیاین بریم به مکتب موسیقی اونجا خود شامل بکنیم، یک ذره موسیقی هم یاد بگیریم. خب اونجا هم که رفتم یا گفتن که حال بستای ما پور است، شما یک سال بعد بیاین. الحمدلله که حال یک موسیقی دان نبوده که هر روز یک گاهی امرای اولادایم اینا صحبت میکنیم. برادرای ما همش هنرمند است ماشاءالله. یعنی یک دو برادرم در کابل هستن که اونا هم هنرمند است، امرای یک برادر بزرگم که اونا حافظ قرآن هستن، مدرس است. یک برادر دیگه اونا هم در امین میناتور کاری زیاد کار کردن و فعلا امریکا هستن و کارایشان هست. و باز اونا را گاهی برشان میگم که خوب شد که من یک موسیقیدان نبودم، حالا همیتان کسیشان جاز می نواختین، کسی آرگن به کدام راه ما و شما روان بودیم، آخرت ما و شما در کجا می رسید. الحمدلله در چیزی که رضای خدا بوده که ما را در راهی برد که بعد خدمت قرآن شب بکنیم. خب این دوره تیر شد. بالاخره سال دیگه آمد ما در سازمان هنری غلام محمد میمنگی داخل شدیم و استاد از ما امتحان گرفت. در امتحان کامیاب شدیم. میباشه جناب استاد، شما یعنی همزمان خطاطی رو با هنر میناتوری یا نقاشی با هم شروع کردید؟ تقریبا. استاد روحانی خدا بیامرز، خداوند مغفرتش کنه، تقریبا 3 سال قبل فوت شدن. اینام پالوی امی کلاس استاد سید محبوب الله هاشمی و استاد خط که یکی از هنرمندای بسیار بزرگ افغانستان بود تیر شدن. اونام سال گذشته فوت شدن. در پهلوی کلاس اینا یک کلاسه که خردی بوده، استاد روحانی، استاد نقاش و میناتور، اونا نقطه پرداز میگفتن که دیروز البته در برنامه تلویزیون هم یکی از کارهایشان نشان داد، تلویزیون افغانستان. و خب کار خیلی بود که زحمت داشت. تمام روز شما می نشستین همین پردازهای این گلها رو که در اینجا می بینین همیشه با نقطه نوکاینی درست می کردین. من خیلی خسته ساخت. نه این وقت خیلی زیاد ضایع میکنه دیگه، من نمیتونم این کار. گفتم بیایم میریم. خب یک چند وقت میرفتم، یعنی نزد استاد روحانی هم کار کردیم یعنی. و بچه‌هایی بودن، دخترهایی بودن اونجا درس میخوندن و منزل پایین یک سالن بزرگی بود که استاد نقاشی بود، نقاشی درس میداد. مجسمه سازی بود، کندن کاری بود. منزل بالا استاد سید محبوب الله هاشمی بود که در اون وقت رئیس امی سازمان هنری آقای کوهزاد بودن که فعلا در امریکا هستن. و استاد سید محبوب الله هاشمی خیلی استاد محترم بودن و خط نستعلیق و خط سلسه بسیار قوتش می نوشت و در مطبوعات افغانستان در مجلای به نام هنر و این کارایش همش در نشر می شد. کسی هم بود در اون وقت به نام استاد عزیزدین وکیلی درانی که اینا هم خطات معروف در اون وقت بودن، لکن استاد ما خیلی خطش قوت داشت، یعنی نسبت به خط اونا. چرا اونا خطایشان باریک بود، یعنی از شیوای بسیار قدیم می نوشتن. اما استاد سید محبوب الله هاشمی که بود اونا خطشان تقریبا زخیم بوده، وقتی می نوشتن خطشان تو دبل یا زخیم بوده می آمد، بزرگ می آمد خطش و خیلی زیبا می نوشت. و شاگردایی بود هم از بچه ها و هم از دخترها. من که تازه در این صنف داخل شدم دیدم که خب خطای بچه ها رو دیدم خیلی پیش است. هر کدام 2 سال پیش استاد کار کردن. خدا میدونه که من فن یاد بگیرم یا نگیرم، به این مرحله برسم. 3 ماه بعد دیدم که آیسته آیسته خط من الحمدلله قوت گرفته رفت. خطای اینا به شما خوب معلوم نمیشد. یعنی من چیکار میکردم
که فن چطور از استاد یاد گرفتم. وقتی استاد سرمشق می نوشتن بچه ها در جای خود نشسته بودن، صدا می زد، اما سرمشق ها را می گرفتن می رفتن می نوشتن، خودشان تمرین می کردن. اما ما چیکار می کردم؟ نه، ما بالای سر استاد می رفتم، می دیدم که قلم چطور دور میتن، مثلا نون چطور می نویسن، یا را چطور می نویسن. وقتی یا را می نوشتن یک رنگ در آخر امی خط یا یک رنگ زخیم سیاهیدار پیدا میشد. من میرم میگفتم بعد ما ایره پیدا کنم چطور درست میشه، میمه چطور می نوشتم. خب روزها بالای سر استاد بود. امی استاد دید که امی بچه خیلی متوجه کار هست. دقیقا کدام سال بود استاد؟ والله سالای 58 میتونم بگم، یعنی یک سال بعد از کودتای کمونیستی. تقریبا. باز و ما میکردم که امی سرمشقای استاده امی ساعت آخرین نفر ما بیرون میشدم. امی سرمشقای استاده همیشه جمع میکردم، دمی بین کتابچه خود میگذاشتم بیرون میشدم، هیچ کس مرا نمیدید. باز می آمدم صبح بعد از نماز فجر در مسجد اینا را میگذاشتم دیگه، از روش می نوشتم. روزها به می طریق تغییر. چیزی که اینجا قابل ملاحظه است، من تو صحبت‌های اولتون میخواستم این قضیه اشاره بکنم، شما شاید بدون داشتن مشوق غیر از خودتون و غیر از وجدان خودتون، ضمیر خودتون، بله علاقه خودتون، اومدید با تمام حرص و تمام اون قدرت شروع کردید و حتی کتک‌های استادها رو تحمل کردید، تربیه‌هاشون رو تحمل کردید. و اون چیزی که شما اشاره کردید گفتید که حتی با چوب شما رو میزد قبلی، ولی باز شما تحمل میکردید، کسی شما رو مجبور نکرده بود. واقعا این علاقه شما و پشتکار شما رو میرسونه. واقعا من خودم شخصا منو درس گرفتم واقعا پشتکار. و همچنین همین صحبت‌های اخیرتون که داشتید مثلا دقت می‌کردید استاد چگونه می‌نویسه، مثلا اون فن و فوت کار رو مثلا خودتون سعی می‌کردید یاد بگیرید. بله. بعد همین سرمشق‌ها رو من کلش با خود می‌بردم و تا آخر وقتای نزد ما بود. بعد کمونیستا وقتی که در فکر ازی شدن که بعد خانه های مردم تلاشی بکنن که در خانه های مردم چی هست. بعد مادرم بیچاره ترسیده بود که این سرمشقا که نمیدانست که چی هستن، همینا رو آتش زده بودن. فهمیدن؟ همه سرمشقای استاد از پیش ما رفته بود. یگانه که یک وقتم که مرا زیاد تشویق میکرد پسر عمه پدر من، عمادالدین خان شهید که اونا در پشاور شهید شدن، یک تعداد مردم منحوسی بودن که اونا رو به شهادت رساندن. اینا وقتی من می نشستم میگفت از این پسر یک چیز درست میشه. دوران آمدن کمونیستا و هجوم شوروی به افغانستان تحولی در زندگی کل افغان‌ها ایجاد کرد. بله. تأثیر کودتای کمونیستی و تغییر حکومت در افغانستان و شروع جهاد علیه کمونیست‌ها چه تأثیری بر زندگی خانوادگی شما در کابل داشت؟ والله که بگویم که یعنی بالای تمام مردم افغانستان تأثیر بد گذاشتن. یعنی کمونیستا کاری کردن که وطن بر روسا فروختن، دین مذهب پدرای خدا همش مسلمان تیر شده بودن، همش مجاهد تیر شده بودن، همه را گذاشتن به یک راه بی خدایی که هیچ تصور انسان نمیشه. که کسی پرسانشان میگد که بگو خداست، یکی است. چی میگه تو؟ خدا وجود نداره، نعوذ بالله، ما از طبیعت پیدا شده. میگه پای اضافگی هسته. شما یقین بکنید که حتی یک کتاب از سید قطب در خانه کس پیدا اگر میشد، همه فامیل حتی اولادش نابود میکردن. یعنی در کابل یک حالت آمده بود که مردم دیگه خواب خوش نداشتن از کمونیست‌ها. سازمان های خلقی درست کرده بودن، سازمان جوانان، بچهای خرده را تربیه میکردن در مدرسه ها. از اینا میپرسیدن که شما شب که میرین در خانه پدرای شما چی کار میکنن؟ یکیش میگه پدر من رادیوی BBC میشنوه، یکی میگه پدر من رادیوی امریکا رو همونجا میشنوه. خب
فردا که می آمد آدرس خانه را میرفت، کجاست خانه؟ فلانجا. بعد میرفتن امو خانه را دیگه شب محاصره میکردن، همه اون فامیل بسته میبردن، کلش نابود میساختن. اراده BBC گوش کرده. جناب استاد، بعد از این مشکلات کمونیست ها که ایجاد کردن و جنگ و خونریزی که در افغانستان شروع شد، شما کی تصمیم به هجرت گرفتید به پاکستان؟ والله ما در سالهای 59 بوده که ما به طرف پاکستان هجرت کردیم. یعنی شرایط کابل سر ما قدر سخت آمد که کمونیست ها هر روز پشت سر ما بود و میخواستن که ما را دستگیر بکنن. یک برادرم دستگیر شد، زندانی شد، پسر کاکایم زندانی شد دیگه. خودم چون در یک شبکه از مجاهدین شامل بودیم، یعنی جربس های در کلاس مدرسه ما بحث میکردیم در بین خود، امرای استادا اینا میفهمیدن که این پسر که هست حتما امرای مجاهدین رابطه داره، که اونا اشرار میگفتن، از خانواده معروف باشه که حتما بله زیر نظر. بالاخره اینا کسی بر ما راپور داد که متوجه باشی که میگرنش باید فرار بکنی. خلاص من از کابل بیرون شدم، باز رفتم در صف مجاهدین در ولایت پروان. باز چند مدتی را اونجا بودیم، تازه مجاهدین کارهای خود در اونجا آغاز کرده بودن، یگان گروپی از جهاد بود، لکن در بعضی ولایت ها جهاد عام شده بود، لکن در ولایت پروان کاپیسا بعدتر جهاد شروع شد، اما با سختترین جنگ ها نسبت به دیگه ولایت در پروان کاپیسا، به خاطر که همین میدان هوایی بگرام که فعلا پیش امریکایی است، این بزرگترین میدان هوایی پیش روسا بوده که از همینجا طیاره پرواز میکرد، همه منطقه رو روزمره بمبارد میکرد. شب و روز توپخانه‌شان بیم چلیکای اینا بالای قریای افغانستان پایین میشد که هم به پنجشیر میرفت که خطای هلیکوپتر رفت و آمد داشت. یعنی 500 هلیکوپتر صرف بر جنگای پنجشیر آورده بودن که اینا در میدان هوایی بگرام جا بجا کردن. چند سال استاد در جهاد بودین؟ والا 3 سال عملا بودم که با زخمی شدم. خب حالا که صحبت از جهاد پیش اومد و به هر حال زخمی هم شدی، اگر لطف کنید 2 خاطره، یک خاطره شیرین و خوش و یک خاطره ناخوش و تلخ از دوران جهاد. خب یک خاطره خوش براتان اینطور قصه بکنم که البته قبل از خاطره بعد که سرما گذشته این را میخوایم براتان خاطره خوش بگویم. یک وقت من روسا گرفتن که در ولایت پکتیا مرا پایین کردن و بالاخره این قصهش بسیار طویل است، من بر شما بگویم ساعت‌ها تیر میشه. امی یک قسمتش براتان میگم. یعنی اسیر شدید به دست به دست روسا. مرا از یک جای دستگیر کردن و در طیاره نقل دادن. خب اوجام بازپسانه اگر خواستین که قصه ها را براتان بکنم، چون خودم عملا در جهاد بودیم و قصه های اصلی به زیر نظر خودم تیر شدم، شما میتونید از من از قصه ها بپرسین پیشتان ثبت باشه. یک قصه که ما از اوجا فرار کردم، شب بوده از زندان روسا. بله. از اوجا فرار کردیم، آمدیم دمی کوها. کسی از پسر عمیم بود که اونا همراه ما همکاری کردن، فعلا حیات دارن و مرا از امو صاحب اینا بیرون ساخت. اونا در اونجا مسئولیت داشتن، ریاست یک جای بداشت. شب اینا مرا از اونجا بیرون ساختن. خب وقت دمی کوها می رفتیم، جای چند قصه بسیار جالب ما براتون بگم. یک جایی بوده که ما از یک قریه بیرون شدم که در جایی که اونا گفتم که اینجا سایه مجاهدین است، اما در اونجا که ما رفتیم در اونجا مجاهدین نبوده. یک قریه بوده دور از ساحه روسا و یک قبرستانی بوده در اونجا. ما از بس که خنک بود، ما در بین یک قبر اموجا خود گرفته بودم و تا صبح اموجا بودم که اگر روز شب که باز من از یه بیرون بکنم خودم. داخل تو حفره تقریبا یک چقوری بود مثل قبر در داخل قبرستانی.
اصلا من خوف نداشتم که من در قبرستانی هستم. صبح که می شد یک رمه از گوسفندا از یک چوپانی بود از اونجا میگذشت و در اوجا امی گوسفندا وقتی که مرا دیدن که من از داخل قبرستانی بیرون شدم همینا فرار کردن. چوپان خودش ترسیده بود که مرده زنده شد، اینا هم فرار کردن. از این قصهش خو بعدا امرای قصه زیاد کردیم. خو ایام امی چوپان بعد امرای ما همکاری کرد، باز رفتیم پیشتر یک قریه دورتر بود، گفت اوجا مجاهد است. خب من ساعت 4 صبح حرکت کردم، 8 بجه صبح در اوجا رسیدم. باز آمدم دمی راه کوهستانی دیگه من میرم که ساحه مجاهدین داخل شدم و امو چوپان برای ما گفت که دمو قریه که آخر اگه برسیم اونجا مجاهد است، تو از ساحه دولت کمونیستی خلاص است. باز ما دیگه همین راه بیخ کورم تو گرفته رفتیم، بالاخره دمو قریه است. قریب ساعتهای 8 بجه روز ما رسیدم. اون بچه‌ای که گفتین با شتر دیدین اونمو را ما که نزدیک به قریه رسیدم دیدم که یک پسر همراه 2 دختر امی جلو شترها به دستشان اینا میخوان طرف شهر برن. اینا مرا دیدن، همین پسر مرا پرسان کرد، استاد شدن اینجا، گفت که شما گریختین از عسکری؟ من گفتم بله. گفت صبر کن. گفت حال کجا میری؟ بچه بسیار کوچکه، 7 ساله یا 6 ساله بچه. خب مردایشان داخل شهر نمیرفتن که سودا برن، دولت دستگیر میکرد اینا را. همین تفلک ها باز میرفتن از اونجا سودا میخریدن، از سر شترها بار میکردن، پس دوباره میآمدن دوسا. تفلا را غرض نداشت. خب این پسر مرا پرسان کرد که خودت فرار کردی از پیش روسا؟ من گفتم بله. آفرین. سعی کنید ببینید یک طفل 6 ساله گپ هم میفهمید، کمونیستی که عمرش در افغانستان تیر شد به سوی وزارت رسید، فهمیدین؟ او عقلش هم کار نمیکرد که ما چطور این ملک خوده وطن که مثل مادر انسان از بگیره برای یک دولت بیگانه بفروشه و تسلیمش کنه و بیاره سیلاسا لشکر اونا را بیارن مردم خدا قتل عام بکنن. 2 میلیون نفر اینا کشتن، 5 میلیون آواره شد. امی در کشورهای اروپایی و امریکا و اینا که فعلا مردم را 1 میلیون فعلا در سعودی است. امینا از کجا شد؟ کلش از سببش هم کمونیستا بودن. اگه تعلیم افغانستان خیلی بلند بود در وقتا. در دانشگاه یا پانتون کابل بگویم، یعنی از اکثر کشورها در اونجا درس میخواندن، یعنی فن و هنر هر چیز رشد کرده بود، حتی سرکایش همه چیزش درست بوده که. خب یعنی این کمونیستا این هم عقل نداشتن برابر یک پسر 6 ساله. فهمید؟ گفت تو از پیش روسا گریختی؟ من گفتم بله. گفت آفرین. گفت تو صبر کن. گفت کجا میخوای بری؟ گفتم میرم در سایه مجاهدین، میرم طرف مجاهدین، اونجا امرای اونا یک جای شم. گفت خب. گفت من راهنماییت میکنم. گفتم خب. گفت که دمی قریه برو، دمی قریه که نو رسیدی دست راست که یک خیمه سفید است. گفت دموجا مادرم است، 2 همشیره‌ام است، پدرم است. دموجا که رسیده اونا رو بگو که من پسرت همراه 2 دخترای دیدم که طرف شهر می رفتن، شهر پکتیا دیگه. ما مانده هستم، زله هستم، سفر کردیم، برای ما یک چایبر شیر و نانای روغنی درست بکن. خب گفتم تشکر، خیلی ممنون. خب از پیش خداحافظی کردم. گفت نه صبر کن. گفتم باش که بچه چی کار میکنه؟ گفت که امی لباسای نمیشه که دور بندازی لباس روسی را. گفتم چرا؟ گفت میز دمیرا مردم های مختلف رقم است نزنن تا مثلا. گفتم خب. گفتم زیر چی دارم؟ پیران تنبان دارم، باز میکشمشه. گفت خب خوب است. باز حرکت کردم. گفت صبر یک گپ دیگه مانده. گفتم چی؟ دست خود در جیب خود برد. گفتم تو باشی چی کار میکنه در جیب خود؟ دیدم که 30 افغانی را از جیب خود کشید بر ما داد. گفت از طرف ما بخشش بر. گفتم چرا؟ گفت تو از پیش روسا گریختی. گفت این تحفه است از طرف ما بر تو.
مثل از یک ملک کسی بره در سر راه آدم استاد بکنه، این تفلک هم قدر میفهمیده. افغانی هم در اون زمان خیلی پول خیلی پول. ما گفتم نه قربان، ما پیسه دارم، یعنی در جیب من پول است، کشیدم برشم. گفت نه، گفت اگه توی را نگیری من خیلی خفه میشم از پیشت. خب ما گفتم تیم تفلک که بیچاره خفه میشه، همین 30 افغانی را گرفتم در جیب خود ماندم، گفتم خداحافظ. گفت که رفتیم مادرم شان سلام بگو. رفتیم دمو خیمهشان ببینیم اون طفل و دخترکاره که چقدر اینم گپ اینا میفهمیدن که در کشور ما یک بیگانه تجاوز کرده و ما مردم باید زدش بجنگیم. اما کمونستای ما عقلایشان ماشم که کجا رفتن که اگر روسا می آمدن ما بسیار خوشبخت می شدیم، کفر می آوردن در اوجه بسیار خوشبخت می شدیم. فهمیدین؟ واقعا خاطره جالبی بود. جزاکم الله بخیر باشید. خاطره تلخ دی. خاطرهای تلخ و قصه و همش خاطره است. این سرگذشت خودم است. البته اینطوره که من از کسی دیده باشم بر شما قصه بکنم. خودم یک کتابم درست کردیم در مورد تاریخ جهاد افغانستان و در مورد تاریخ ولایت پروان کاپیسا، کسایی که در اون دوره بودن، ابرای مواد چه رقم مردمی بودن، خوی عادتشان همه چیزشان را ما نوشته کردیم و بالاخره ما حالات تلخی را بسیار زیاد دیدیم در دوره جهاد. یک قصه ما براتون بکنم که خیلی غمگین کننده است. فهمیده؟ نه شما ماشاءالله جوان هستین، چون دوره سرما تیر شده من کل همه قصه ها رو براتون کردن نمیدم، چون خودم سر خودم تاثیر میکنم. من که زیاد یعنی گله‌های زیاد دارم از مردمی که وطن خودم مفروشه برای دیگه مردم. فهمیدین؟ وطن مثل مادر است، از نان از او میخوری، آب هوایش تنفس میکنی، بعد از اینکه باز در مقابل پول به نظر ما یعنی نظر ما میست که یعنی مادرت بگیری به کس بفروشی. این چقدر یک کار بده، یک کار عیب است که بری به مردم بیگانه جاسوس شوی، تفنگ واره بیاری به مصلحت او مردم خودم فدا بسازی در اوجه، هم دنیای تا خراب بسازی هم آخرت تا خراب بسازی. خب میایم در سر قضیه پروان کاپیسا که چون خودم در او حادثه بودیم در دوره جهاد، خیلی مردم های نیک مبارک تیر شده. یک کسی هم میتونم براتون بگم موحد شهید بود که از یعنی خیلی آدم مبارزه بود، بعد زبانهای مختلف هم تکلم میکرد، با زبان عربی، انگلیسی، اردو، پشتو، فارس و همش مسلط بود. یک روز من پرسانش کردم که موحد صاحب چقدر کتاب خودت خوانده باشی؟ گفت من 900 کتاب خواندم، همش در حافظه‌ام است. در 2 روز یک جز قرآن حفظ میکرد. باز اونا را روسا شهید ساختن در دوره. روزی بود که خبر آمد، او وقت نه موبایل بود که خبر میدادن که روسا در اینجا حمله میکنن. شما یقین بکنید 2 ولایت یا 2 استان پروان کاپیسا را روسا سالانه 1-2 بار محاصره میکردن، در هر 10 متری یک تانک استارت میکردن. امی 2 ولایت همیشه محاصره کردن. در 2 روز کامل محاصره شد، کسی بیرون شدن نمیتونست، زن مرد طفل هم. توپخانه بیمچلایکا از هر طرف در داخل محاصره پرتاب میشد، قریا هم آتش گرفته بودن. طیاره من حساب کردم در 400 1800 طیاره پرواز کرد، بمبارد میکرد. از طرف شب هم فیشینگ ها از آسمان طیارهای جیت میریختن که همه فضا را روشن ساخته. می 2 ولایت پروان کاپیسا همش روشن مثل این چراغ باری بوده، همه قدر تا صبح روشن بود و همه فامیل ها کلش از محاصره خودم میکشیدن و روزهای بسیار خرابی بود. قصهش بسیار طویل است، من بر شما بکنم، میشه در برنامه‌های دیگه تان این قصه ها را جای به جای بکنیم. چرا وقت شما هم کم است، من نمیخوام زیاد وقت شما را بگیرم. چرا به برنامه‌های دیگه برای تلویزیون دارین برای مردم مسلمان
شکر شما. اگر زنده باشین، لطف کردین، بخیر باشین. ما ببینیم و بعد از او انشالله تشکر میکنم از این که وقتانه در خدمت ما گذاشتین. دیگه بسیار زیاد تشکر از شما، خیلی ممنون، سپاسگزارم. با هم یک میان برنامه میبینیم و انشالله دوباره در خدمت جناب استاد خواهیم بود. حضرت پیغمبر خدا به حضرت عایشه چقدر محبت دارد، لذا روزی که روزی حضرت عایشه فرمان روایی و مملکت و پادشاهی و ملک من چیز زیاد نمیشه. خداوند و رسولش فرموده اند به اتمام رسیده باشد. و هم حدیث نواس بن سمعان. اجازه بدید قبل از اینکه این حدیث رو بیشتر باز کنم. وصال حق، ندای حقیقت. و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون. و الله به فرمان خویش حق را تحقق می بخشد، هرچند برای مجرمین ناخوشایند باشد. بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت یکایک شما عزیزان، در خدمت استاد بزرگوار عبدالله حنیف هستیم. خسته نباشید. لطف کردین، مهربان. خب بالاخره از دوران جهاد سخن گفتید و اون سختی ها و اون تلخی ها و شیرینی هایی که در دوران با عظمت جهاد افغانستان بود. خب پس از اون چطور شد که شما اومدید به مدینه منوره و در این مؤسسه خدمت به قرآن کریم شروع به کار کردید و این خدمات ارزنده رو واقعا ارائه دادید به قرآن کریم و به دین مبین اسلام؟ لطف کردین، مهربان. خب شرایط سخت جنگ بعد از پیروزی جهاد در افغانستان قسمی آمد که خانه جنگی ها و ایرانی ها خیلی زیاد شد در کابل. ما سفر داشتیم به کابل همراه فامیل، لکن هر روز از هر جهت تنظیمای مجاهدین و تنظیمای اهل شیعه همش راکت هایشان در داخل کابل سرازیر میشد. چندین بار قریب ما همه نابود شده بودیم. خب خانه مردم ویران شده، زنا و طفلا و هر کس میدیدیم که افتاده به خون همش. دیگه ما بسیار پریشان بودم در این قسمت که نتیجه جهاد ما آخرش امی قوم موسی علیه السلام، بنی اسرائیل، وقتی که خداوند از شر فرعون و از نیل اینا را نجات داد رفتن به اون طرف، کلش مسلمان شده بودن که در اوجا برن نظام اسلامی درست بکنن، در اوجا برعکس طغیان کردن، گوساله پرستی را شروع کردن. عذاب خدا سرشان نازل شد، بکشن خدا تا خونایتان بریزن و بعد توبه های شما را خداوند قبول بکنن. ما هم به این سرنوشت سردچار شدیم. سری موضوع ما خیلی فکر میکرد. مردم مجاهدین، اگر بگویم مجاهدین بعدی ما که اکثرا بیسواد بودن، نمیدانستن که چی بکنن. با یک رهبر میگفت برو اینجا رو توپ بزن، خانهایش ویران کو. این اصلا نیز از خود احساس نداشت که امی خانهایی را که من میزنم آیا یا کافر هستن یا مسلمان هستن. مقابل ما کی است؟ مقابل ما مجاهد است، این طرف هم مجاهد است. من اگه اینا را بزنم یا مسئولیت ما چیز، او خو میگه برو تو یارا بکش، به خاطر که در تنظیمش است. وقتی که مردم کشته میشن، خب تو چی پیش خدا جواب داری؟ چی میکنی؟ خب این مرا خیلی رنج میده. رفتیم به طرف ولایت پروان. از این حالت در اوجام حالت بد را دیدم. میدان های قمار درست شده، مردم قمار میزنن دیگه. شهر چور شده، شهر کابل پولایش آوردن در سر موترسکیلا و بایسکلا، امنیت شام نفرای مسلح گرفتن میبرن در اوجا قمار میزنن. خب گفتم آخر چی شد؟ اینه نتیجه جنگای رهبرای مجاهدین اینه می است.
دل انسان. چی شد؟ ببخشید خاطره تلخ است. این قضیه خیلی مرا رنج میده، چون از ابتدا در جهاد بودیم و همه شرایط جهاد سر ما گذشته بود و او حالت مجاهدین سابقه ما دیده بودم که اونا مثل صحابه کرام اما تو جهاد میگن. اما نتیجه جهاد میبینم که همیشه اینا چی کردن، همه قمار میزنن. استاد او انسانای پاکی که بودن در دوران جهاد اول اکثرشان شهید شده بودن، اکثرشان بله اونها شهید شدن که مانده بودن و در این جنگ‌های داخلی و در این اینا نتیجه همه بیسوادی و بی تعلیمی مردم بود که دیگه نمیفهمیدن که جهاد پیروز شده، حال ما باید چی بکنیم، نظام اسلامی درست بکنیم. اکثر همین کمونیستان بودن به لباس مجاهدین و هر فتنه و فسادی را مینداختن و به نام مجاهدین. غیر از وام یعنی مجاهد ما وقت بی تعلیم شده بودن، درست جهاد کرده بودن، همه چیز ما تسلیم هستیم به جهادشان همه، لکن چون این گپا را نمی مردم های مفسد رزیله که اونا چور چپاول میکنن، این بیچاره آرام آوردن دمی کار آغشته ساخته بودن. بعضی هم بد میگفتنش. از یک قریه نزدیک خانه ما یک گروپ از بایسکل سوارات گیر شدن، پشت سرش بوجیا بودن، موترسیکل هم بود مسلح. پرسیدم که اینا کی هستن؟ گفت اینا سرای شاهزاده کابل چور کردن، دلارایش آوردن، اون در اون میدانا میرن قمار میزنن. مرا خیلی رنج داد. همونجا دعا کردم، گفتم بیا دعا بکنیم، گفتم خدای مرا از پهلوی همین مردم دور بساز، ببر به شهر رسول که اگر ما آدم اونجا بتانیم خدمت قرآن ده که نشه که روز ما را مأخذه بکنی. الحمدلله که الله سبحانه و تعالی دعای شما را در روز دعای ما قبول شد. الحمدلله. باز ما آمدیم در پاکستان آمدیم، همونجا مسعود خلیلی تازه از امریکا آمده بود، اما مرا پرسید که چی مصروفیت داری؟ من گفتم فعلا کدام مصروفیت هم ندارم، خب در تلاش کار هستم که کدام کار برای من پیدا شد مصروف خودم احساس. گفت برو می کارهای تا نمونای کار تا بیار در می خانه ما با. او وقت نماینده استاد ربانی یا نماینده حکومت در اسلام آباد بودک مسعود خلیلی. خب من کارهای خدا بردم در خانه اونا، تصادف یک روز سفیر سعودی در اونجا آمده بود، این کارها را که دید یک خمه کار کرده بودم در دور زمیناتور خط یا بود. این سفیر که دید گفت کی کار کرده؟ گفت یکی از دوستای ما هستن. گفت برش تلفن کو فوری، اگر سعودی میل داره ما برش ویزا میتونم برای سعودی همونجا کار بکنم. خب این مسعود خلیلی بر ما زنگ زد بیا که سفیر سعودی خواستید. رفتیم پیش سفیر سعودی، خیلی انسانیت کردن. بازم اونجا گفت برو یک پاسپورت بیار ما برات ویزا بدم. رفتیم پاسپورت گرفتیم از سفارت افغانستان، باز امی بر ما ویزه عمره را داد. گفت اگر ویزه پاکستانی می آورد، پاسپورت پاکستانی ما برات ویزه کار می دادم، لکن پاسپورت افغانی ویزه کار نمیشه، با عمره برو سپرتت به خدا، بازم یک کار جور میشه. خب من اونجا چرت زدم، گفتم اگر پاسپورت پاکستانی بیرون از میدان هوایی اسلام آباد من چطور پرواز کنم؟ امکانش نیست. پس رفتم پیش سفیر گفتم نمیرم، در این پاسپورت افغانی اگر میتی بیتی اگر نمیتی نمیرم، این مشکل است.
گفت بیا. امو ویزا بر ما داد. خیس ما آمدیم در مدینه منوره، در جده راست. در جده آمدیم، اما کسایی که مسعود خلیلی مشناخت باز اونا آمدن در میدان مرا استقبال کردن، در موتر بردن. باز بالاخره از اینجا آمدیم در مدینه منوره. در اینجا تصادف اینجا برادرای پیدا شدن که مرا همراهیم همکاری کردن. یکشان فوت شده، خدا بیامرزشان، عبیدالله خان میگفتن، و یکیشان هنوز حیات دارن، خداوند اجرشان بده، خداوند زندگیشان بسیار خوب و عالی بسازه. اینا همراه ما کمک کردن، ما رو بردن به جامعه اسلامی. اونجا بچه ها وقت امتحانشان بودن، من زبان عربی وقت نمیدانستم. کال یک بچه پیدا شد که در مجمع ملک فتح اگر مرا ببرن که ترجمانی بکنم. من همینقدر اطمینان داشتم که من در مدینه منوره در مجمع ملک فتح برسم، هم کار ما ببینن مرا اونجا قبول میکنن. همینقدر اطمینان داشتم دیگه. خب تصادف همینجا دمی دکان همی از این دوستا نشسته بودیم، کارهای ما همینجا است. یک بچه همینجا همسایه‌شان بود، گفت که والله دمی جریده مدینه منوره ما خواندیم که در این مجمع ملک فتح یک دیزاینر بر قرآن کریم کار دارن، چرا که جا فرانسوی ها سابق بودن. این چند سال این قضیه که دادید شما؟ 17 سال قبل. 17 سال. بله. باز والا گفتم عجب کار شد، انشالله که کار ما جور میشه. خب رفتیم شب به یک جای دیگه، اونجا یک دعوت از امی افغانای مهاجر که دمیجه هستن بود. باز اینا امو صاحب خانه عبیدالله خان مرحوم که در جنت البقیع دفن هستن، خداوند اینا را بیامرزه، جنت ها نصیب بشه. باز اینا مرا در مجمع ملک فتح بردن که تصادف در او وقت کارهای از دیگه جایام آمده بود در مجمع ملک فتح. اینا پشت همینطور یک نفر میگشتن که همین دیزاینای قرآن کریم به شکل اسلامیش درست بکنن. ما که رفتم در اوجا راستی مرا در دفتر امیر بردن، امیر عبدالمجید. خب اونا کارای مرا دیدن و وکیل اماره کارای مرا که دید فوری زنگ زدن به مجمع ملک فتح، گفتن هم تو نفر که شما میخواستن همی فعلا پیش ما آمده. اینا یک خطاب نوشته کردن به امین العام مجمع ملک فتح، گفت شما دموجه برید. رفتیم دموجه، اینا یک روز بر ما وقت دادن، صبح رفتیم، اینا گفتن که کار شما قبول شد بخیر. الحمدلله. باز در اونجا اتاق بر ما دادن، جای تامخوری بوده، مطعم به عربی میگن، مطعم داشتن، 3 وقت نان همونجا غذا گفت شما بخوره دیگه. خشکشویی یا مغسلک، لباس های تا نه بشن. نه اونا نبودن. ازدواج کرده بودن اون موقع؟ بله ازدواج کرده بودم. خب من با عمره آمده بودم، 2.5 ماه من در اینجا ماندم. امین العام برای من گفت که شما اینجا باشین، ما برای شما اقامت درست میکنیم. خب من 2.5 ماه بودم. اینا خطاب برای امیر عبدالمجید روان کردن، امیر عبدالمجید برای وزیر داخله امیر نایف روان کردن. امیر نایف دوباره 2.5 ماه بعد جوابش آمد که شما اگر این نفر میخواین شما برش ویزا روان کنین که رسمی دوباره بیاد. خب جوابش آمد، بر من تقدیم کردم، گفتم خوب است من میرم. من رفتم. باز در روز باز همراه مسعود خلیلی سر خورده، بازی مرا برد کابل و اما چت تصویرش شما را نشان دادم. امی چت امو وقت 40 روز من در اونجا کار کردم. بازم در اون وقت جنگ هایی بود، توپ ها می آمد هر طرف میخورد، لکن من در اونجا مصروف کار خود بودم، یه قصهش نبود. باز 2.5 ماه بعد به مو پاسپورت افغانی من ویزا آمد. اقامت. بله. باز من آمدم به سعودی. با اهلتون خانواده؟ نه با اهلم نامدم. اینجا که آمدم که کار گرفتم، باز 1.5 سال بعد با امر ملک فتح امی ویزه فامیلی من برآمد به پاسپورت افغانی. باز اینا خودشان کمک کردن امرای من. باز اسلام آباد ویزه شروان کردن از سفارت افغانستان او وقت بود برای مجاهدین. باز فامیل ما دوباره الحمدلله اینجا آمدن. فعلا 17 سال میشه که من در اینجا در مجمع ملک فتح به صفت دیزاینر قرآن کریم
کار میکنم. گرچه قبلا هم به شما عرض کردم که ما در فن خط و خطای مختلف سلس و نستعلیق و نسخ و قرآن یا کار کردیم. بله، ان شاء الله ببینندگان عزیز نشان دیگه این حال شما میتونید که من فقط یک سوال اگر اجازه بفرمایید بپرسم از شما. شاید سوال عجیب باشه. استاد، قرآن کریم معجزه جاودان الهی، الحمدلله، وقتی که صفحات قرآن شما دیزاین میکنیم با هنر زیبای میناتوری، چه احساسی به شما دست میده؟ میتونین این رو بازگو بکنیم برای ما؟ والا یک احساسی که بر من رخ میده این است که فقط امو کار بکنم که خداوند از من راضی باشه. کوشش میکنم در دیزاین خود زیاد کار کنم، قوی بسازمش که تو کس انتقاد نکنه که والا می دیزاینش قدر خوبش نیسته. گرچه رنگ هایی که در مطبع قرآن کریم کار میکنن چون تیراژ بسیار زیاد است، در سال 10 میلیونه، اونو از 2 رنگ الی 3 رنگ اضافه کار نمیکنن. چرا؟ مصارفش بسیار زیاد است، پورا کردن نمیتونن اونا. بر ما گفتن که یعنی شما از 2 الی 3 رنگ شما اضافه کار نکنید. یعنی هر ماشینش تقریبا در ساعت 80,000 میقدر چاپ میکنن. دیگه بعد ما کار بکنم که دیزاینم خوبتر بیاد و چون کتاب الله هست دیگه میخوایم که هر قدر زیبا بیاد همون قدر من خوش میباشم و مردم که دیدن خوش شدن من هم خوش میشم. فهمید؟ همین خوشی مسته بس. و در پالوش قرآنم خودم می نویسم دیگه. نمونه‌اش شما میتونین که باز ببینین. بینندگان عزیز گرامی، اکنون با جناب استاد میریم و نمونه‌هایی از دیزاین های زیبایی رو که با هنر زیبای میناتوری تزیین شده با هم و نمونه‌هایی از خطهای زیبایی رو که استاد نوشتن با هم میبینیم. ببخشید یک چیز دیگه به یادم آمد که فراموش نه. در جمله کارهایی که امو وقتی که استاد سید محبوب الله هاشمی ما از اونا جدا میشدیم، باز من پرسیدم که استاد اگر شما را نیافتم باز از کی من پیروی کنم از خطایش؟ باز اونا گفتن که از حامد العامدی خطات ترکی. باز بعد از استاد من فقط پیرو خط حامد العامدی بودم در خط سالس و نمونهش همینجا هست که باز شما هم نمونه خط استاد حامد العامدی را خودم نوشته کردیم و با کم تعدیل، یعنی البته که وایش یگان چیزا رو من خودم تغییر دادم. باز نمونهش از شما میبینید. بفرمایید استاد. ماشاءالله اگر بتونید توضیح درباره این کارتون، واقعا کار زیبایی از ظاهرا هم تموم نشد، اگر توضیح هم دهید. بله. من این صفحه رو 2 سال قبل تصمیم گرفتیم. در اون وقتی که مجمع ملک فتح اعلان کرد که ما میخوایم یک نمایش از خطاط های دنیا در مدینه منوره تجلیل بکنیم، باز ما تصمیم بعضی کارها را گرفتیم که ما در یعنی این نمایش نمونه بزرگتر قرآن کریمی است که در مجمع ملک فتح چاپ میشه. در نمایش بعد چیزای ما داشته باشیم. بله، در نمایشگاه نه شد. بله 2 سال قبل گذشت. یعنی باز من 2 صفحه از اینا درست کردم، یکی الحمد شریف و دیگه هم سوره بقره که صفحه اول الحمد شریف تکمیل است و در دفترم است و این صفحه که پردازهای گلها و اینا مانده هنوز در دور از اینا کاراش، اینا هم طلای اصل است که اینا ورقای طلا اصل است که در اینجا نصب کرده. هنوز کارش مانده. همه اینا با دست شده. اما در رنگ آمیزیش هم سرشاگردایم کار کردیم، هم دختر بزرگم اونام رنگ کردن. نمیزنید موقع کار کردن مثل استاد خودتون؟ نه، شاگردم که باشن هیچ نمیخوانن دستتون تنبیه نمیشن؟ نه والا قدر زیاد نه، لکن آدم شاگرد که وقت بده باید که تک یک ذره بزنیشان، سیاست داشته باشن. چرا از ما تجربه کردیم شاگردا باز یک کم ذره دور میشن. نه از استیلیایی که استاد شما میذاره، از استیلیا که نمیذاره. نه خب تجربه خود استاد موثر بوده. یک وقتم در پاکستان که بودیم اونجا شاگردایی داشتم، روزی که من می آمدم اونا گریه میکردن که استاد ما میره از پیش ما، همه کار ما توقف میکنه. چقدر طول میکشه مثلا این کاری مثل این؟ چقدر وقت میبره؟ والله اینا را که بگویم 1 سال که وقت میگیره. چرا؟ چون همه کارش میبینید شما
خطای سیاهی در دور ازی است، اصلاح کاری کرده، پردازهای گل، یعنی امرای ورق اینا را هر کدامش رسم جدا کردن، این خیلی وقت کار داره. یعنی ما گفتم بیان دمی طول عمر خود یک دو صفحه قرآن کریم کلان درست بکنیم، هم یادگار میمانه. اگه یک موزیمی بود خلاص یک روز در موزیم میگذارنشن از کارهای من دیگه. باشه یا نباشه مقصد ما کار خدا میکنم. اگر مشکلم سر ما بیا ما کار خدا میکنم، هیچ وقت کار خدا ترک نمیگم. در شرایط جهادم که بودیم هیچ کار خدا ترک نگفتیم، همونجا کار کردیم، قلم و رنگ و هر چیز با خود بردم، باز روسا از پیش ما بردن. جناب استاد، میناتوری اسلامی به اصطلاح در افغانستان و ایران و تاجیکستان در مساجد و در اماکن تاریخی جلب توجه میکنه. اگر خیلی مختصر در مورد هنر میناتوری بفرمایید که از حالا شاید در مورد افغانستان شما بتونید بهتر توضیح بدید. از کی شروع شده در افغانستان و مهمترین آثار تاریخی میناتوری افغانستان رو کدام یک از استادا انجام داده؟ خب ما بریم روی تصویر دیگه. فقط این تصویر دیگه هم میناتوری از جالب‌تر نیست. اون اتاق اون چطور است؟ اونجا خط است، هم خط است هم دیزاین است. اینا یا مثلا شما صحبت کنید برن روی ایران، نه روی ایران نمیخواد. خب خیر باز شما هم نشان دادیم نه. خب صحیح شما صحبت کنید در مورد تاریخ خط، مثلا اینا رو بذارن. مثلا ایران میگیم که این طرف هم هست. بله. خب در مورد تاریخچه خط شما گفتین که در افغانستان از دوره سلطان حسین با اقرا که خیلی کمال الدین بهزاد اونا تشویق میکنن، در کتابخانه خود مسئول ساخته بودن. اونا یک تطور در دیزاین آوردن، دیزاین اسلامی. سابق شکلای چینایی بوده، اونا کار میکردن، صفای قرآن نبوده، خود در صفای دیگه اونا چیزای ممکن در خمها و در چیزای گلی و در دیوارها و در معابد بتخانهایی که داشتن در اونجا کار میکردن. مثلا شکل اجدار بوده، شکل اصلیش درست میکردن. باز تقریبا چند قرن پیش دوران سلطان حسین؟ تقریبا 5.5 قرن. بله. کمال الدین بهزاد خیلی در این کار کرد، خواست که این شکل‌ها را تغییر بده. چطور برای یک شکل اسلامی که جلب توجه مسلمان‌ها شود که در صفای قرآن کریم بیاد. بعد این خودش طرح‌ریزی کرد، شکل‌ها را تغییر داد، ترتیب تنظیم کرد، شمسه های درست کرد. مثل که شمسه اگر بگوییم که آفتاب شمس یعنی چطور می درخشه، شما میبینید که در اینجا این شمسه فوری جلب نظر میکنه. مثلا در اینجا ببینید شمسه ها هست نه، هر کدامش به اینا میگن شمسه. بله، شمسه های کوچک است، شمسه های بزرگ است. اینا را کل این طرح ریزی کرد. البته نه به این حالی که ما فعلا کار میکنیم، شکل های قدیمی که داشتن. خب حالا ما زیاد دقیق قسمت حالا شما پیشرفتش دادید. بله. این شکل میناتوری اسلامی با این چیز خیلی مشخصه. بله. از چی الهام گرفته ای؟ اینا از شما در دیزاین اگر ببینید اینجا شکل یک محراب به خود داره. امی که دیزاین اسلامی یا زخرف اسلامی میگن، آدم باید بفهمه که زخرف اسلامی یعنی چی. امی شکل‌ها رو که آدم درست کرد بعد امی شکل است دیگه؟ نه. شکل‌های دوجه داره، گپ‌های دوجه هستن. یعنی ما هر کدام اینا پیامی در اینجا مثلا شکل دهن اژدها است، فهمیدین؟ خرطوم فیل است، لکن او نه به شکل اصلیش که چینایا کار میکردن. کمال الدین بهزاد فقط از لب‌های اژدها و لب‌های و خرطوم فیل استفاده کردن. مثلا حرکت خرطوم فیل سعی کنه ببین چه رقم مثلا حرکت میکنه، از پایین مثال یک چیز بلند میکنه، یک نرمش داره هم خرطومش، این طور بلند میکنه ببینه به این شکل. مثلا آب سر خود پاش میده چطور پشت سر، شاخ درخت هم میگیره چطور بعد میگه. امی حرکت ها را دیگه تمثیل کرده، فقط از لبش استفاده کرده، بس جسمش دور انداخته، به خاطر که در قرآن جواز نداره. و این حال این شکل ها را که شما میبینین، یعنی از هر طرفی که این باید خط دیزاین دور میخوره بعد شکل محراب بده و اونجا بتن. یعنی اکثر شما میتونید از طریق کامره تلویزیونتون این شکل‌ها را بیارین نزدیک
و من میتونم که در کتابی که درست کردیم شکل‌ها را براتون بدم که چطور مسجد، محراب مسجد چطور بوده، باز چطور تطور کرده به دیزاین. شما اینا میدونید از طریق تلویزیون باز پروگرامش اگر در مورد درست این بکنید. تابلو هم توضیحاتی بدید استاد. خب این تابلو را تقریبا سال اولی که من در مدینه منوره آمدم بعد از وقت فارغ بودم تا 3:30 بجه کار رسمی ما بود. بعد از اون میگفتم چیکار کنم، بیاد یک اثر از خود بگذارم دمیجه. تنها بودم. خب باز همین کار گرفتم شروع کردم. این اندازه گیریایش برابر کردم. روزها کار. این را تقریبا در 2 سال باز تکمیل کردم. 2 سال روی این کار کردم. بله. فامیل ما باز آمد، باز ما باقیش در خانه کار کردم، در خانه خود ما. یعنی کلا کار دست هست استاد؟ همش کامل دست. بله، همه می خطای سیاه که شما میبینید همینا هم امرای دست کار شده. امرای قلم روترنگ جرمنی هم برس کار شده، هم قلم روترنگ. خطاش اکثرا سوره قل هو الله احد. اینی دایره بزرگ، یک قدر دایره کش بزرگ نبود که ما ایره دایره ایره ما بسیار تکنیک ساده می فعلا داخلش ببینید. یک قطعه از پلاستیک دموجه هستن، یک قطعه از پلاستیک دراز قطع کردم، باز اینجا رو سوراخ کردم، اینجا یک سنجاق در اینجا زدم، فقط هم دور میدادمش خلاص یک دایره درست میشه. همه می دایره به بسیار سهولت پیش ما درست شده. میایم در سر اینی تابلوی ما که استاد سید محبولای هاشمی گفته بود که شما از بعد از ما از استاد حامد الامیدی خطاط ترکی در سال 1980 وفات کرده، از او بعد پیروی بکنید. خطاط خیلی بزرگ تیر شده در تاریخ. نوشته چی است استاد؟ و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. خب باز ما امی پیروی خط استاد حامد گرفتم دیگه، به اینمی اندازه رساندمش. یعنی امی لوحه را استاد حامد مرحوم خودش نوشته کرده. تنها ما چیزی که دایی درست کردیم چی است که کم ذره اصلاح کردیم. این چی بوده که مثلا هی در سر اسم الله بوده، ما از اسم الله این طرف آورده میشه. فهمیدین که در سر اسم الله هیچ چیزم نباید باشه. و اکثرا ترکیب خط خیلی مهم است که اسم الله نام خداوند باید در وسط باشه، در خط ثلث. باز اینی واوایش که هست، مثلا این واوا به این شکل دراز نوشته شده 6 نقطه‌ای به این شکل، به این شکل ما ایره دور دادیم. سعی کنید واوا دالا همش به یک شکل. این سبکی که الان مثلا حالا این یک سبک جدید هست از خودتون یعنی؟ ها دیگه حال تقریبا سالها تیر شد. حال به می مستوی اینم خط مرسیده که حال به نظرتون خوب میخوره خراب میخوره بیانمی به می مستوی است. بله ایرم دمی تقریبا یک ماه قبل میتونم بگم دمی سال 1434 امسال خو مدینه منوره را به نام مرکز ثقافتی جهان اسلام درست کردن. باز من خواستم که کارهای خیلی زیاد خودم داشته باشم، هر کس به نفس خودش باید کار بکنه. یعنی مدینه منوره از نظر ثقافت چطور باید درست بکنه. ما هم در واتساپ کارهای خود داخل کردیم. در مثال 1434 به این مناسبت و همه دوستان روان میکنم، باز برای دیگران روان میکنن که خودم در نوشته کردیم، در کامپیوتر داخل کردیم و بعد از در موبایل تلفن‌های دستی باز دوستان به دیگران روان میکنن. اینی کارم به می مناسبت بوده. یعنی کار اللهم صل علی نبی الرحمه و شفیع الامه محمد. بله یعنی باز اثرش این آیت شریف پایینش نامای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. کلا کار دست هست، همش کار دست است. بله من زیباست. یعنی می پردازها رو شما ببینید بسیار باریکانه، بسیار ریزکاری. بله ریزکاری است. این دیگه هم خط ثلث است، هم خط نسخ است، هم میناتوری هست. بله هم میناتوری، هر سه‌اش یک جای ساخته میشه. دیگه به نظر من که هر خطاط هنر عرب و عجم یک جای کرد. یعنی هر هنرمند باید است دمی چند کار باید دسترسی داشته باشه، هم در فن خط، هم دیزاین، هم کامپیوتر. کامپیوتر خیلی آدم کمک میکنه. سابق مثلا شیخ حامدشان که کار میکردن، مثلا یک لوحه بزرگه که درست میکردن در دیوار یا در روی
تخته یا کاغذ سنگ مربعات میکشیدن. عمدن نوشته خرد خود او را به قلم مثلا 6 میلی یا 7 میلی می نوشتن، بازی را مربع می ساختن، بازی را نقل می دادن در دیوار. خیلی زحمت کار داشت. حالا کامپیوتر خیلی بسیط ساخت، ترکیب یک خطات میتونه مثلا خطای خدا داخل کامپیوتر بسازه و خودش میتونه بدل خود ترکیب کنه، مثلا ری را دست راست بره دست چپ بره تا که ترکیبش خوب برابر شد باز میتونه خط زیبا خودش بنویسه از روی ترکیب که در کامپیوتر جور کرد. اگر نه امروز دست خیلی وقت حال تکنولوژی پیشرفته است، بعد آدم خیلی استفاده بکنه از این کار، یعنی عیب نیست. بله جناب استاد، بله. من شنیدم که شما مصحفی هم با خط خودتون نوشتید. بله بله. لطف کنید. ما باشن که نمونه‌ای اوه شما بخشن اون طرف بگذارین. یک صفیشو بگیرم خیلی با هم باشه ما باشه اینا چه؟ خب من توضیحاتی در مورد بله، من موقعی که در مجمع ملک فهد ها آمدم، چون استاد عثمان طاها همینجا موجود بودن، اینا قرآن نوشته کردن و به خطشان ماشاءالله خط بسیار زیبا در قرآن عظیمشان چاپ شده. دیگه مجمع ملک فهد از من خواستن که خودت خیلی هم دیزاین های زخرفه قرآن درست بکن. درست. این وظیفه شما می باشه. آل خطات هست، اگر نبود باز شما میتونین بنویسین. در غیر از آل استاد عثمان طاها هستن، شما می دیزاین های قرآن بنویسین. باز من مصروف او کارم شدم، باز پیش خود تصور کردم که بعد من در زندگی خود یک قرآنم باید داشته باشم به خط خودم. بله، چون همه خطات های یک قرآن نوشته کردن، مثل ما باید یک خط قرآن داشته باشم. باز من یک بار از طرف اول شروع کردم، از اول تا جز 11 را. باز از آخر آمدم، گفتم باش مردم استفاده میکنن 3 جز آخر نوشته کردن. بازم تو پایین آمده رفتم 27 هم نوشته کردم، 26 حال دمی قسمت ها هستیم دیگه. اما تو پیش رفته میره. هنوز تشکیل گذاشتین زیر زبر؟ والا تشکیل نیره، یعنی من از این منصرف به این شدم یعنی چون چیز داشته باشه؟ نه، تکنولوژی فعلی هم هست کامپیوتر، فهمیدین؟ همینجا یکی از دوستا یعنی میشه در کامپیوتر این کار رو راحت تشکیل گذاشت. ببخشید، یک سوریایی از دوستا بود، دو آمد گفت چی میشه که یک فکر اونا بر ما دادن، گفت امی زیر زبر اگر نوشته کنی به یک روایت چاپ میشه. باز بعد یک کس بشینه یک قرآن دیگه اثر نوشته که او زیر زبر روایت های دیگر نوشته، گفت امی را صرف خطش بنویس، اما زیر زبرش در کامپیوتر بسیار ساده هست. یعنی مصحفی که شما بنویسید به هر روایتی که بخواید به 7 روایت یعنی میشه که ایره باز استفاده بکنید. زیباست. بله، یعنی خط نسخ از بمی حال که شما میبینید حاصل هم قصاله ما. پس استاد والله 11 و تقریبا 16 17 جز شده. بله، یعنی از سر کوب پایین شده میریم. اگر وقت داشته باشم، خب چون کار دفترم هم زیاد است، در کامپیوتر کار میکنم، اگر کار نکنم ماشینا توقف بکنه، ضرورت مطبع است. با اگر در روز یک سفر می نویسم، یعنی تا 2 سال میخواستم ختم بکنم، لکن شانه ما درد گرفت. آدم هر کار میکنه در جوانی خود هر کار بکنه، در عمر که زیاد شد در پیری باز نمیتونه آدم. یک روز مریض هستی، یک روز یک مشکل دیگه برات خلق میشه، دست درد میکنه، سرت خوب نمیباشه. استاد اینم کار میناتوری اسلامی است، درست است؟ بله بله. نه در صفای قرآن کریم. همین در صفات قرآن کریم این استفاده میشه، همین اشکال. این باز من خودم اینایش درست کردیم. یا در قرآن به این شکل نامده، ما بینش نیست. مثلا اینیش هست، اینی درست. بر ملک درست کردیم. اینا روی نوشته شده. بله. من دیزاین کار میکنم، بعد من چندین بخش پهلوهایش فکر میکنم.
استاد صفحه اول قرآن کریم است. اگه توضیحاتی بدید در موردش. این صفحه قرآن عظیم شان است که برای پادشاه سعودی درست کردیم، خادم الحرمین شریفین. یعنی این الحمد شریف البته به نقره اصل است و صفحه دیگه هست که مثل این صفحه به طلای اصل اینام کار شده در چاپ البته. یعنی چاپخانه‌های بسیار معروف عالمی است که همین چیزا رو اونا کار میکنن، طلا و ایناش. اینا شما میبینید که نه هم به اینا به طلاست. الان این با اون فرق داره. بله. ما ابتدا به این شکل، یعنی به شکل پنسل درست میکنیم. باز این البته کار کامپیوتر هست. یعنی رنگکاریش منظورتونه؟ رنگکاریش بله. بله کار خودتونه یعنی. بله همش کار خودم هست. در برنامه ادوب الستریتر ما کار میکنیم و اینا رو میبینیم که طلای سرخ و طلای زرد در این کار شده. بله. باز اینا نوشته‌های قرآن عظیم شان در چاپ باز میاد. طرح‌های مختلف برای صفحات قرآن کریم. صفحات قرآن عظیم شان. اینا چاپ شده یا همین طرح چاپ؟ نه هنوز از چاپ بیرون نشده. این طرح‌ها. بله. فقط یک نمونه بوده که چاپخانه بر ما داده. اینا رو ما آماده ساختیم. درست. چاپخانه بر ما چندین نمونه داده که ما کدامش پسند میکنیم. مثلا طلای زرد، طلای سرخ، نقره. اگر این مصحف با طلا یا با نقره آماده بشه به این دیزاین چقدر خرجش میشه تقریبا؟ والله خیلی قیمتی است. یعنی ما پرسیدیم یک قرآن 35,000 ریال یعنی تقریبا 10,000 دلار به می شکل. یعنی اینا رو ممکن 1,000 نسخه یا 500 نسخه برای ملک عبدالله درست بکنن و بفرستن برای هدیه. و اونا باز برای رئیس های جمهور تحفه میدن. کسایی که به ملاقات من پیشن باز میدن. اصلا ابتدا من را برای وزیرا درست کرده بودم. مصحف ملکی که از من یکی دیگه پیش خود دارم که سر از او همین فعلا کار کرده میره. باز چون یه تیار بود گفتن خیلی بیاین تا که دیگه آماده شد ما امیر بر ملک روان میکنیم. باز اینا رو زیر کار گرفتن دیگه کارش تمام شد باز میفرستن. سر پوشش و سر ایناش خیلی کار کردیم. بارک الله. این تابلوی را که شما میبینین این تقریبا همگام با همین تابلو یک جا درست کردیم. در اون کار خیلی من خسته شدم. همین سوره اخلاص یعنی بیشتر از 15 ساله. بله باز اینا رو هم کشکن 1418 باز ایره تمام کردم. یعنی 3 ماه سری من کار کردم. با حال اصلش پیش مقصد اینا چاپ است در ملتقای مجمع ملک فهد برای خطاطای دنیا چاپ کردن و توزیع کردن و مردم مدینه منوره هم از این خیلی استفاده کردن. و این درود شریف هم کار خودم است، هم دیزاینش هم کامپیوترش هم خطش همه چیزش. بله یا هم در ملتقای خطاطین توزیع شدن. و این درود شریف است. بله اینا هم خطش هم دیزاینش همش کار خودم است، هم کامپیوترش و خیلی زیاد چاپ شد و مردم خیلی از استفاده کردن با خود بردن برای خانه های خود. و این تابلو که اصلش همینجا به خانه ما است، شما میتونید باز فیلم برداری بکنید. یا هیره قبل از اینکه ما به سعودی بیایم 1414 هیره ما کار کرده بودم و اصلش پیش خود نگاه کردین تا پیش ما 20 سال پیش است. بله محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این ترکیبش از استاد حامد است. این بزرگترین آیه است که در وصف اصحاب رسول الله بله. بله این ترکیبش از استاد حامد است. ما در دوره دیگه چون پیرو خط استاد حامد بودم دیگه ما امیره خودم نوشته کردم باشه خود تا لوحیش پیش من حال دیگه دوست ندارم لوحای ما بفروشم، میخوام در خانه پیشم ذخیره باشه. سابق ضرورت داشتم میفروختم میخوردم. حالا الحمدلله زمینه برای من مساعد است دیگه. حال دوست ندارم لوحای فروخته شم کلش باشه. یک روز اگه از دنیا رم یا کلش میره در موزیم در متحف میره اونجا نصب میشه با بعضیش به ما هدیه میدین ان شاء الله. یعنی کارکام کرد یعنی در روی جلد یا پوست گوسفند کار شده که تقریبا
در شوال 1421 یعنی اینا را کار کردیم. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. اینا را در واتساپ هم آوردیم برای مردم توضیح میکنیم. یعنی این در کعبه شریفه نوشته هست الحمدلله رب العالمین. ایرم در روی جلد اصلش از خودم کار کردیم. دقیقاً چیست استاد اگر توضیح بدید در اینجا فن اسلامی را ما تشریح کردیم که یک هنرمند چی چیزا را باید استفاده بکنه. مثلا در اینجا شما میبینید امی اقلام یا قلم نی یا رنگ و قطیش و در نظر یک هنرمند چطور باید باشه. یک فضای پیش روش درست کردیم، طبیعت زیبا و دیگه فن اسلامی را شما دیزاینش هم میبینین. دروازه‌ای اسلامی که مسلمان ها درست میکنن از نظر فنی چطور باید درست بکنن، اینا رو هم دیگه درست کردیم. همه اینها الهام گرفته از قرآن و سنت. بله. و در اینجا نشان دادیم که مثلا حجاج که وقتی در مکه شریف میاین بعد از اینکه طواف میکنن مثل یک عاصفه واره، یک طوفان واره میخوان که به مدینه منوره پیش رسول خدا بیاین و زیارتش بکنن. همین شکل مردم هم میبین که از طواف همینطور آمدن به طرف مدینه منوره و در اینجا آیت شریفه که خداوند گفته که به این درود بفرستین به پیغمبر من. این آیت شریفه نوشته کردیم که باز مردم همه درود خوانده بیان به پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. این همین چیز است. و دیگر اینا کارهای شوقی خودم بوده که با تب دل خود اقرا بسم ربک الذی خلق، ابری و خطش و همه چیزش. امو خط بوری که در دور کعبه شریف است امورم به برس خودم نوشته کردیم. با قلم نوشته، با برس با رنگ طلا نوشته کرده میشه. زیباست، واقعا زیباست. یعنی چیزا کارم که شما میبینید این دورای سابق در روی چوب کار کردیم. یعنی ببینید شما در اینجا یعنی چوبه نه؟ بله چوب است. سبحان الله. این سالای میتونن ببینن این واقعا زیباست روی چوب. اینجا نوشتیم التواضع عند الدوله والعفو عند القدره والعطاء بغیر منه. در دورش نوشته است. این دورایش هم ببینید اینجا اینا همش بله قدیمی است. دورایی که من جوان بودم اینا رو نوشتم. یعنی اینا رو هم شما میبینید. واقعا این ریزه کاری داره استاد. بله ماشاءالله. اینا هم از کار برادرم است، فعلا در امریکا هستن. اینا هم کار اصلی خودشان است، پیش ما یادگار مانده همینجا. ماشاءالله. اینا همه روی چوب. روی چوب کار شد. اونا هم خیلی کار کردن. فعلا هم در امریکا خیلی کوزه های بزرگ، خمای بزرگ همیشه دورش میناتور کار کردن. آفرین به حوصله. و اونا هم در میناتور خیلی زیاد کار کردن. بله. اینی ببخشید اینی تابلوی ستاره‌ای را که میبینین بله این دیزاینش کامل از خودم است و کارش در کامپیوتر تماما خودم کار کردیم. یعنی بله با این بزرگ این هر قدر یعنی اگر بزرگ هم بسازن هم قدر بزرگ میشه. یعنی دیزاین مکتب هرات به نمی اندازه من کار کردم. یعنی شما در واقعا این فضلی است که الله متعال به شما داده. لطف کردن بخیر باشه. این بگم بزرگترین خدمتی که شاید یک انسان میتونه بکنه به قرآن کریم، مصحف شریف، دین مبین اسلام، به کتاب و سنت. واقعا الله شما رو این برکت رو در وقت شما قرار داده. وقتی ما فکر می‌کنیم روی یک مثلا تابلو شما 2 سال کار کردید. 2 سال. واقعا این صفحاتی که اون صفحای قرآن کریم هر کدامش 1 سال میلیون ها انسان میبینن و اجر و ثوابش همه انشالله به شما برمیگرده. تابلوی بزرگی که در چی کار کردیم در دفتر است، اونام همش طلای اصل کار شده، خط سلس کار کردیم و روزمره همی کار مسته دیگه. بله بدون خستگی. از این صبح نماز فجر میخونم، باز میرم دفتر، اونجا جای خیلی وسیع است. صبح 20 دقیقه
پای پیاده میگردم همجا، باز یک ذره سپورت هم میکنم که ساعتم خوب باشه. گرچه از وقت گرفتم میشه لکن میگم ساعتم خوب باشه که 6 ساعت 7 ساعت دیگه من کار کرده بتانم. که میبین که مرضای شکر و هر چیز پیدا شده نگره. باز ظهرم میرم مسجد امرای شاگردا، باز اونام امرای میرن 10 دقیقه رفت 10 دقیقه اومد، یک 20 دقیقه وقتم. باز شب میریم حرم شریف پای پیاده امرای فامیل، باز دوباره پس میایم یک نیم ساعت هم قدر هم میشه. باز امیرم بر خود کافی میدانم، میبرم امیرم سپورت شوم میاندازه. بخیر باشین، لطف کردین، تشکر، زنده باشین. خواهش میکنم. ما همچنان از شما خوشحال شدیم که عزیز ما از اینکه با شما آشنا شدن حتما خوشحال هستن. چرا شاید که انشالله حتما که تک تک بیننده های ما این مصحف‌های شریفی رو که شما به شکل ظریف و زیبا میناتوری کردید حتما در خانه ها دارن و از این به بعد همیشه وقتی که مصاحف باز بکنن حتما برای شما هم دعا خواهند کرد. ما هم برشان دعا میکنیم، وقتی قرآن خواندن بر ما هم دعا بکنن. سلامت باشید. بله زنده باشین، زنده باشید، تشکر، لطف کردین، بخیر باشید. بخیر باشین. از شما خیلی خوشحال هستم که شما کارهای مهمتان ماندین آمدین به خانه ما و چند لحظه امروز ما وقت شما را خیلی زیاد گرفتیم. بخیر باشین. تشکر. باز اگر وقت بود در آینده انشالله باز پروگرام های خود درست کردیم. صحیح؟ بخیر باشین. جزاک الله.